سعدی واقعا هم معین همون نفری هست که هواداران زیاد دارد. من چگونه که در آغاز صحبت ذکر کردم، ده ها صدها و هزاران نفر میخواهند که از جمله نورسان که با معین مانند باشند. معین مانند باشند. بله بسیار خوب ذکر کردید، با معین مانند باشند. معین جان، از کجا شور و شوق سمبوی محاربوی پیدا شد؟ از خوردی، از آوان خوردی، یا اینکه بدتر چون در آوان نورسی کسی را دیدی و میخواستی با اون مانند باشی، یا کسی تو را تحریک داد که با این جدای ورزش میروی؟ من از خوردی بر فوتبال شوقی زیاد داشتم. وقتی که در چخیلی که میگن در مکتب در کوچه وقتی بچگی یوشی یگان جنگ می شود، بعد از آن من با همه سپورت خیلی ذوق پیدا کردم. یک سال 2012 من ماش رو سر کردم سمبوی محاربوی. این در کجا بود موین؟ در مکتب خودتون بود یا در اون تالار ورزشی در کجا بود؟ تالار ورزشی دینامیت بود. یکونین بار من در تالار ورزشی دینامیت ماش رو سر کردم. بعد از آن در خیلی مسابقه و اشتراک کردم، خیلی حواس زیاد پیدا شد. احتمال خودی سبب شد که من رو در همه نمودی ورزش آوردم. من در این نمود خیلی تمرین کردم. یکمین بار من رو احتمال خودی گرفت، همچون برادر همچون پدر بباشد که من رو گرفته با همه نمودی ورزش آورد. بسیار عالی. خب از آن چیزی که آغاز کردی، مسابقه اولینت کدام بود؟ در مسابقه میانی مکتب بچه ها بود، میانه همون آنهایی که در تالار مشق میکردن اونها بود، یا اینکه در حال با مسابقه جمهوریوی شروع کردی؟ یکونین بار من در مسابقه تالاری در تالار بود. من در آنجا جای دیوم رو گرفتم و دوینی مسابقه من در زمین شهر دوشنبه گذشت. من در آنجا جای اول رو گرفتم. وقتی که نفهمی شد در بین مسابقه، سودیاها و هم خیلی همون کارگران همش یک کار میکردن، من رو گرفتن جای دیوم رو دادن. خیلی که شاگرد خود جای اول دادن. بعد از اون من در شهر همین در این مسابقه داخلی شهر دوشنبه بود. شفافی نبود. بعد از اون من دیگه اشتراک نکردم. سینی مسابقه من در شهر سوچی از دولت بیرون اشتراک کردم، در اونجا جای اول رو گرفتم. در کدام وزن شرکت ورزیدی؟ اون وقت من خیلی خورد بودم و در ویسی 52 کیلوگرم. بسیار خوب. اطراف مسابقه های تو البته برمیگردیم. اینجا الان میخواستم سعدی رو هم با صحبت بکشم. و سعدی، مسلم است که آن زمانی که معین بچه مکتب بود، تو یک هنرمند کامل بودی. راه ایجادی تو از کجا شروع شده است؟ سراول سلابی گرم جوشانی خود را به تلویزیونی ورزش میرسانم و چنانه که میگویند که ورزش این خود معرفگری ملت است. در حقیقت هم اگر گرچنده که ما هنرمند آوازخوان هم باشیم، لیکن با ورزش سر و کار داریم و در اینجا من معین رو دیدم و بسیار خرسند شدم از اون که من خود نیز مخلصی معین هستی؟ معین هستم، بله. خوش. در حقیقت معین جان در ورزش بسیار برآمدهای خوب دارد و سراول برآمدی ما از دوره های شوروی در مکتب میانه تحصیل میکردیم. در اونجا کروژاک های هوسکاری بود البته در مکتب و از اونجا نیز برآمدهای ما سر میشد. با ترانه های از استادان میسرایدیم البته. و تا اون دمی که به یک مکتب خود رو یافتن، ما ترانه های استادان رو میخوندیم در مکتب ها و اولین قدمی که در جاده صنعت ما موندیم از دوره مکتبی بود. این کدام سال ها بود؟ این سال های 1984 و بعد از اون سر شد از مکتب میانه، بعدا آموزشگاه بدهی ریسپوبلیکوی در آنجا تحصیل میکردیم. با آنجا سال
84 داخل شدیم و بعدا از آنجا با همراهی که بسیار یک هنرمند خوب و شناخته است، همه میشناسن، همگان میدونن که تاجیک بچه است، در قزاقستان در شهر الماتا، پرویز نظرов. بله. و با هم در آنجا باید در گروه روسی بود و من در گروه تاجیکی، هر دو برآمد میکردیم در کروژک آموزشگاه و بعدا ما رو به صف قوای ارمیا دعوت کردن و در آنجا، در آن جایی که ما خدمت می‌بردیم در شهر نوسیبیرسک که البته در آنجا خیلی خنک بود، سرد بود، در آنجا باور میکنید با قریب که با درجه 30 45 50 گرادوس خنکی میشد در آنجا. اونجا خواهش میکنم یک لحظه سعدی، در همین نصف دنیا را گشتی از حساب همین مسابقه ها به خاطر شرکت در همین مسابقه های مختلف، در کجا خنک کردی؟ از همه زیاد در کجا خنک بود؟ یادت هست؟ اصلا در خطای. در خطای خنک بود؟ خیلی خطای بود. در چند درجه خنک بود؟ منطقه شمالش بهت خنک. من نمیدونم چند درجه بود. از همه که در دولت‌های ما رفتن اونجا خیلی خنکی زیاد بود. اصلا زمستان را دوست می‌داری یا اینکه؟ نه، ما بهار را دوست دارم. بهار؟ چرا بهار را دوست می‌داری؟ بهار سازه همه چیزا زیبایی است. سعد جان معذرت. خوب بعد از آن به صف قوای ارمیا شوروی ما دعوت شدیم. راستی گپ ما در آنجا اومدیم، خیلی از بچه جوان رفتیم، بعد 6 ماه بعد از با اصطلاح اوچپکا در آنجا 6 ماه خدمت کردیم و بعدا از آنجا تقسیمات سر شد و ما رو تقسیمات کردن. یک اگر با یادتون باشد تا حاضرم با یادتون هست چمپیونی 3 کاراته باشد یا 5 کاراته المپی الکساندر کارلین. البته با خاطر همون است. چرا الکساندر کارلین ما فکر میکنیم که موین و آنهایی که با ورزش رکورد اونم خیلی خوب میشناسن. خیلی روسی میگفتن. خیلی روسی میگن. بله بله. اون کس اومدن یک 10 کس از بین جدا کردن ده، همین خیلی همین خطر داشتگی بودیم. تو استثنا نبودی؟ نه، من حیران شدم که در اونجا کم ورزش، ما میدونید که کی با ورزش شغل دارد و از بین همه ما از قریب که از بین 36 تا تاجیک بچه همین 10 کس رو جدا کرده گیری. من حیران شدم که ما کجا میرفته باشیم. بعد گرفته ما رو با زال آورد در اونجا، تالار ورزشی که در اونجا با همراهی چندین کسان در اونجا مشق میکردن و ما هر روز که قریب 3 ساعت 4 ساعت با الکساندر کارلین در اونجا مشق می‌ورزیدیم. یک لحظه، شما در اونجا به حیث کی بودید یا چی بودید؟ به حیث با اصطلاح بگیم سپارینگ پارتنر بودید یا به حیث همون قبچه که به حیث قبچه شما رو به حیث همون لینچه استفاده می‌کنید؟ نه خیر استاد، چون که موین تصور میکنه که مثلا با الکساندر کارلین سپارینگ پارتنر بودن وای دو کسه 3 کسه خطی وای میکرد، محاربه میکرد، محافظت محاربه میکرد. بله دو کس 3 کس زیاد ما خزوری ما نمیرسید. وای یک میدونید چی وای یک بزبالای نه یک دیو یک خرسی روسی میگفتن، روسکی مدوید. بله بله میگفتن. در اون وقت الکساندر کارلین با این نام مشهور بود و بعد از اون بعد خدمت اومدن و تماشا کردن که الله که الکساندر کارلین در گوزدوما همچون دپوتات در آنجا نشسته است. یعنی سعدی گفتنی بهترین که در امین وی ما ماندگی بود، چی میگویم، در یادی ما بهترین یادداشت در امین صف ارمیا و بعداً اصیل در آنجا ما سر کردیم با ورزش بسیارتر. همین یادداشت‌های خوب از الکساندر کارلین داری یا که همون شپیدن‌هاش فقط با خاطرت است؟ همه چیزاش بهترین. با سعدی کو در جدای ورزش الکساندر کارلین کمک کرده است. من می‌خواستم بپرسم که وقتی که در اونجا که شما با الکساندر کارلین قوازمایی می‌کردید، خیلی مشکل، خیلی قوتون
صرف میشد. بعد البته از ما- مشق شما گیره میکردید باور- یگان این پس پرده است التماس خواهش. باور کنید بابای ورزش کردن، بابای خوب آزمایی کردن میدونه چه خیلی وزنین است، در حقیقت وزنین است. اگر دروغ نباشد 3 روز یا 4 روز ما خواهش کردیم که التماس ما رو از اینجا و دیگر جا به اون در آنجا در اون قسم حربی که خدمت میکردیم هر روزه قریب 3 ساعت ما رو با اون سپورت همون زلی تولاری ورزشی اندرمان این مشق‌های کرل بله میکردن شما رو. اون کس در اونجا من میگه و ما عریضه نوشتیم که خواهش ما رو از این کار آزاد کنید و در اونجا خیر شما التماس میکرده کرل نه سخت‌تر میشه پیش شما رو تماما از کری جواب میدادن. نه ما راضی بودیم که ما رو با پاسبانی در اونجا که کراول میگفتن با پاسبانی در اونجا ما رو سفربر کنن. سفربر کنن نگه با کرلی نه ما اینجا میخواستم یک چیز بپرسم، از همه زیاد از همه انیقترش بیشتر کدام مسابقه در خاطرت است؟ با کدام حریف مشکلی داشتی؟ سال 2013 هم اولین عنوانت به دست آوردی، درست است؟ 2013 سال 2013 اولین عنوانت به دست آوردی. اما در میانی من دوستان عزیز خاطررسان میکنم که مرا موین در اینجا اگر مبادا اشتباه کنم اصلاح میکند، موین 12 درست است 12 محاربه گذرانده است. در همین 12 محاربه 14 تا 14 اگر این دوی آخرش هم حساب کنیم 14 مسابقه گذرانده است. در 10 تایش در 12 تاش پیروز آمده است و در 2 تاش مغلوب شده است. از مغلوبیتش هم حتما خواهیم پرسید، اما من حاضر میخواستم بپرسم که با کدام حریف از همه زیاد مشکلی داشتی موین جان؟ کدامش بود که خیلی مشکل بود، عرق کردی، شاید زورت آمد به قوله؟ من در مسابقه که چمپیونات جهان گذشت در روسیه، در روسیه در مسکو. این همه سال 2013 بود. 2013 خب چمپیونات همین مسابقه که اولین مراتب عنوانی چمپیونی گرفتی. خوب میخوام منو نقل کنی. در اونجا من خیلی یاش بودم و چند ساله بودی موین؟ 17 ساله. 17 ساله. وقتی که خیلی من ممکن نبود در اون مسابقه اشتراک کنم. 18 ساله بالا ممکن بود. ما از دکتر چه میگن سپرافکا از دکتر گرفتیم. نه که ما چند ساله کردیم؟ نه 17 ساله من ایستادم. سلامتی ما هم اشتاس 18 ساله بالا موین عمر نبودی در اونجا. نه تو برای اون مسابقه پیری بد بودی سعدی. بعد چی شد؟ بعد در اون مسابقه ما یکم حریف من از اوکراین بود. من خیلی هراس بودم، ترسیده بودم که از ما بودم. من خیلی یوشم و استاد ما گفت که خیلی برو اینجا در اشتراک یکم آدم رو که تو بری بعد اول دیگه برآمد نکه بس همین تا برآمد که تمام که برای چشم دوی شو برای آینده مسابقه. من یکم برآمد کردم در 30 ثانیه اون رو مغلوب کردم. واو. استاد من خیلی خوشحال شد. کدام اصول او رو مغلوب کردیم؟ با اصولی پرو لا دادن او رو مغلوب کردم. من خیلی خودم خرسند شدم و استادم با هم ایستادم فکر کردن، گفتن که بیا خیلی یک تا دیگه با برآمد که و همون گفتی گپای تاجیکانه شیرک شدی یکم. خوش. و دیم جا برآمد کردن که در پرفینال نیم فینال با دولت روسیه که شهر خوشا بود با نماینده دولت روسیه. در اونجا خیلی من مشکلی شد. من آن را با یک خال مغلوب کردم. خیلی قند در همونجا بود. از حساب زیادتی امتیازها. خیلی قند همون مسابقه ما بود که ما با شق قوت مغلوب کردم. بسیار خوب. یعنی همینش در خاطرت مونده است. موین یک سوال میخواستم بگویم، یک چیز میخواستم، دو چیز انیقترش میخواستم بپرسم. نامت کی مانده است؟ نام من؟ بله. نامی که موین؟ بله. نه موین رو وقتی که من خیلی خور بودم و بابای مادریم گفت که نامت شاهین میمونیم. شاهین و پدر من موین رو گوش میکرد، شعر موین رو فقط گوش میکرد. بعد وقتی که من تولد میشم بعد از 2 ماه پدرم وفات میکند و
میخوامی پدرم میگفت است که اگر من که یک بچه دیگه کنم نوشم موین میمونم روی خاطر همو به خاطر شاد کردن ارواح پدرش گرفتن و موین کرد. بسیار خوب. من چرا این سوال رو در اینجا آوردم؟ با اون خاطری که زیاد مخلصانت میخواستن بدانند که چرا موین، چون که سعدی ما شما خوب میدونیم که اصلا در تاجیکستان کم نفرانی هستند که موین نام دارند. من اصلا قریب که ندیدم غیر از موین غفورов ندیدم که در تاجیکستان با کسی موین نام داشته باشد. هرچند که یک موین هنرمند خوب ایرانی را ما میشناسیم که خیلی زیاد است هوادارانش، بله در تاجیکستان و زیاد نفران گوش میکنند و ارواحشان شاد بود. پدر موین هم که گوش میکرده بودند. یعنی به خاطر همین چیز بود که تو موین نام گرفتی. خب سوال دیگر این است که چرا تاجیک، تخلص تاجیک از کجا برمی آید؟ تخلص موین تاجیک راست دیگر خیلی افتخارمندی است وقتی که موین با تخلص تاجیک. این تخلص اکای من احتام خوکیروف هوای تخلص در قزاقستان مونده بودن. ما یکم باری که در پروفسیونالی اشتراک کردیم در اونجا رفتم. این کدام سال بود موین؟ در یادم نیست، در قزاقستان بود. ممکن که 2013 14 همه خیلی سالا بود. اونجا در ما 17 ساله بودم، ممکن 13 آخراش بوده. خوش 2013 بگذار. نه 2014 ماهی که من بعد از 5 روز در 18 ساله میشم. 2014 بود. در اونجا رفتم خیلی هم اومد نمی تخلصی یک از تخلص خیشنیک هر که تخلص بود و برادرم احتام خوکیروف گفت ما تخلص تاجیک در اونجا یک کنون بار ما. بسیار عالی. معمولا سعدی همین اونهایی که با محاربه های اونیورسالی محاربه سامبوی محاربوی اونهایی که با همین اصطلاح من تو بگیم با زنازنی سر و کار دارن تخلص های هم خیلی دهشتبار دارن. چگونه که ما میگفتن خیشنیک و خیرس و نمیدونم دیاول و دیو و کیمچی اون تخلص یافته نشدین که تخلص موین کراکادیلو هر بله هر گرد دستن که همون تخلص ها باید حریف تهدید کنن، حریف ترسونن. درست است موین هم خیلی همین خیلی باید تخلص هایی باشن که این یک طرزی این هجوم پسیکولوژی است. هجوم پسیکولوژی است. بله درست است. هنگام وزن کشی چی همون با هنگام وزن کشی هم شما هجوم های پسیکولوژی میکنید؟ تو کدام اصول استفاده میبرید؟ من فقط در هر وقتی که میبرم در خطی سفری من میخندم. در اونجا خود من نشان دادن، ما خود در رینگ نشان دادیم. از حریفانت کدام همون تهدیدهای پسیکولوژیشون با خاطرت است؟ یکش چشمش شاید الان میکنید. بسیار حریفای من هم خاله کنم، من خندم میاد. آره که من نمیترسم. در حقیقت با طرز خنده اون کسان رو شاید موین شاید این هم همین یک هجوم پسیکولوژی است که پیسخند میزنه. یعنی با همه تهدیدهای شما من پیسخند میزنم. شاید همین است. آفرین. Для спортсмена грипп – это конкретный удар по здоровью и срыв тренировок. Но стоп-грипп не позволит заболеванию покорить здоровье спортсмена и нарушить тренировочный режим. Стоп-грипп – быстрое избавление от простуды и гриппа. نامت موین است و با اون چیزی که پدر شادروانت گفته است صادق مونده ای نامت. اما سرودهای موین گوش میکنی؟ من سرودهای موین اول گوش میکردم. حاضر وقت نداری؟ حاضر ممکن وقت نباشه. حاضر سعدی را گوش میکنی؟ حاضر ممکن که من هر روز که زالدم در زالم بسیار وقتایی که موسیقی میمونن هست از شعرهایی که از موینیو در اونجا تمرین میکنم گوش میکنم. بعد از اون ما فقط با تمرین سر کار. تمرین. اگر حاضر برای سعدی برای من تو دو اسباب آورده است، یک تا گیتار و یک تا دمره تاجیکی. تو علاج نداری دیگر از برنامه برآمده رو مجبور هستی گوش کنی، دیگه علاج نداری. یا اینکه بیا از سعدی
خواهش کنیم که برای من و تو یک نوازش کنن در میان برنامه اونگاه صحبت ادامه میدیم. چی گفتیم؟ باشه. باشه. ورزش محاربوی با دوتار یا که با گیتار؟ مو این که مهمان است. در حقیقت هم هنرمندو بخشش من یک چیز گفتنی هستم. هنرمندو که خود می سرایند هر روز که مثل ما اینجا که تمرین میکنن ما هم تمرین داریم با صدا پرده های خود مثل که همیشه در حرکت هستن. صدا پرده های هنرمندو حافظو آوازخوانو دویمو در حرکت هستن و مثل ورزشگر همیشه ما گویا که ما ورزشگر حساب می‌یابیم برای هم ورزش سبک قد سر و کار داریم و هم ورزش صدا پرده قطعی و هم ورزش محاربوی با اسباب موسیقی. بسیار خوب. ما این صدای دوتارو نغز می‌بینی یا صدای گیتار را؟ خیلی میگن حاضی با خیلی پیشایش دیگه صدای گیتار با ممکن که خوب رو باشه. ما از سعدی جان خواهش میکنیم بیا. سوراب جان این قد خودت می‌نوازیم؟ من اینا به هر صورت یک نگاه میکنم تا اونی که سعدی یک چی برای ما مینوازد هیچ میخواند این تراش یکم برلای دایره نرفتگین رفتگین دلای دایره شیخ خونه باشه. تصور بسیار تصویرات خوب. یک ترانه مقربی من ثبت داشتم با اون ترانه رو شخص میدونید و با فکرم که شنویده و میخوام برای موین جان همین رو هدیه کنم برای موین جان و برای تلویزیون ورزش. بسیار خوب. برای مخلصانی که اینقدر برای مخلصان ستاره باران. بله ستاره باران. سلسلمو تو در کجایی آینه رو تو بی وفایی سلسلمو تو در کجایی آینه رو تو بی وفایی زردینمو در دم دوایی زردینمو در دم دوایی هر جا کی روم تو را ببر میبینم در راهی حیات هم سفر میبینم بیرون نفسه یادی تو آید سر عمرم چو درختی بی ثمر میبینم هر جا کی روم تو را ببر میبینم در راهی حیات هم سفر میبینم بیرون نفسه یادی تو آید سر عمرم چو درختی بی ثمر میبینم سلسلمو تو در کجایی آینه رو تو بی وفایی اما کسا تو در کجایی آینه رو تو بی وفایی زردینمو در دم دوایی زردینمو در دم دوایی. موین اکنون میخواستم درباره همون مسابقه آخرینی که غالب اومده بودی درباره همون بگویی. آخرین عنوان چمپیونی گرفته‌اید سال 2014. 2014 در همون مسابقه که در کریم خیلی در شهر کریم در اونجا در اون چمپیونات جهان بود میانی اسنگ بود یا که خب باشد یه خیلی میگن یورازیا بود یورازیا بگذار در اونجا خیلی حرکت کردم ما در اون مسابقه من خیلی دلم پر بود که من در اونجا جای اول رو میگیرم علاقه ورزشکاری با تجربه بودی علاقه عنوان داشتی خیلی ما بعد از چمپیونات جهان خیلی وجه دلپور شدم که من در کدام مسابقه اشتراک کنم جای اول رو اشغال میکنم. در چمپیونات جهان در فینال با کی حرب کردی؟ من با دولت قزاقستان با نماینده دولت قزاقستان. و من در اون چمپیونات از هر سه رفیقان خیلی چه میگن وهم داشتم که من در این مسابقه بوینتیم برای که از هر یک دولت یک آدمی اشتراک میکنم در اونجا. من وقتی که دولت روسیه رو مغلوب بریدم و فینال گذاشتم در این فینال ما خیلی ترس داشتم از ترسی برآمده وای رو در بین 15 سکند یا که 20 سکند رو مغلوب کردم. واه اینش با کدام اصول مغلوب کردی؟ اینجا با دست رو لب دادم. سعدی درباره همین اسلوب‌های سمبوی محاربوی یگان چیز میدونی؟ فکر میکنم از همون تجربه کارلین البته با خاطرت هست. البته میدونم. من بسیار موینجان میدونم من بسیار همین مشقوی فیودور یملیننکو با
خیلی که گفتم با تخلص امپراتور همچون میشناختم. من بسیار همین محاربه‌های فیودور ایمیلیان کارو بسیار تماشا میکردم و از آن بسیار بهره میبردم. بسیار دلم همون طرف میکشید که با فیودور ایمیلیان که بسیار من مخلص بودم و تا حال نیز مخلص هستم. فکر میکنم که فیودور ایمیلیان که از تاجیکستان است، یعنی با دلت اونقدر نزدیک است. با اونقدر نزدیک است. و دومین باور کنید اگر دومین نفری که من از مخلصش هستم از تاجیکستان این موینجان است. این جای گپش نیست. با فکر نکنن که گویان که نه اگه موین رو برو دید برای این گپا رو برای موینجان گفتم. من در اصل من شما رو مطمئن می‌سازم. من در اصل وقتی که صحبت تلفنی داشتیم سوراب شو بله باید است که من گفتم که من مخلصی اشهدی موینجان هستم. موینجان مطمئن باش یگان درویگی نمی‌کند. درویگی نیست در این واقعا وقتی که ما صحبت داشتیم هنوز من نگفته بودم که با کی صحبت می‌کنی. سعدی جان هم گفتن که برای چی در حقیقت تاجیکانا محاربه میکند، تاجیکان رستمانه میجنگد و من خواهشی از آن دارم که همیشه موینجان سربلند باشن، سربالا باشن. همیشه خیلی که در تاجیکای ما در مردمی تاجیک ما هست که پشت ایلوکی از زمینه نبیند. بله موین وقتی که غالبیت ها و عنوان ها تا برشمردیم در پایان گفتیم که متاسفانه همین دو محاربه که کردی در آخر با باخت انجام شدند. البته برای ما برای مخلصانت این چندان پیک خوش نیست، اما میخواستم بپرسم که چرا چنین شد؟ خیلی میگن که این سپورت هیچ کی باوری نداره در سپورت که میبره که وای میته. در یکم وقتی که من یکم بار که مغلوب شدم در اونجا من بعد وقتی وست رو پایان کردن در اونجا من خطای کلان رو دادم که وست ما خطا خیلی گنیت کردم و وزن خطا گنیت کردم برای اول خیلی قوتم رفت، قوتم نموند در اونجا ما با قوت اشتراک کنم برای اول من مغلوب شدم. مکلارن بسیار رقیب زور است. نمیدونم رقیب با قوت دست که خیلی مغلوب کرد. رقیب با قوت بود است. اکنون همین تصمیم نداره که قصدت از مکلارن و از من اگر که ماه اپریل بود تو انشالله که شود در ماه اپریل ما با رقیبی از کره هست از دولت کره هست من با وای محاربه میکنم. اگر ما وای رو برم با انشالله بعد از اون یا کوین بلیگان که آخران بار مغلوب شدم یا وای یا ریس مکلارن رو با مچ ریوانش فیراد میکنم. بسیار عالی. ما فکر میکنیم که حتما این کار میشود. این بچه با ناموس تاجیک حتما قصدش هم میگیرد. حتما با دکتر در اونجا رفته برآمد میکنم. نوبت دکتر نوازی برای غالبیت موینجان نوبت دکتر نوازی میرسد، اما همون زمانی که با کارلین به حیث لینچه در اونجا شرکت می‌ورزیدی همین گونه اسباب‌ها را در استفاده می‌کردی یا نه؟ نه اون در اون وقت این اسباب‌ها ندارم. این چی نام داره؟ شلم. این شلم برای محافظت کلاه محافظوی. لیکن هیچی رو محافظت نمی‌کند. بیا یک بار تجربه کنیم. در من نه در همین جا با ما نه. بیا ما این یک بار تجربه میکنیم. نه بگذار شما من خیلی چیز نمیشم برای که من یک بار شده میدونم. علاقه میدونی؟ خوب یک لحظه. خوب دوستای عزیز من دستی راست. این دنیا از هر چیز عبارت است. سعدی فکر کرد که فقط در همین صحنه های بلند بالا به خاطر او قرصک میزنند و کفکوبی میکنن براو میگوین. من از زمانی رسید که من همین کلاه هم میگیری و میکشی و من یا میسنجی یک میسنجیم نه سعدی. مرحبا من تیار هستم. خوب من در هر لحظه تیار هستم سراب شد. خب بیا یک مرتبگی همین
سنجش میکنیم سعدی جان. یک مراتب تو در سرت میپوشی، یک مراتب من. بعد این رو پوشه او یکی نزنه چی میشه؟ خیلی حاضر میبینیم یک مراتب میپوشی. بعد موی سرم وای میشود. نه ما اینجا باز داریم پردازگر داریم باز درست میکنیم. درست نه میکنیم. اگر تو ترسیده باشی من میپوشم. نه من میپوشم فرمایید. چفنه از کارل نه ترسید و از من میترسد دیدیم. خوش. دوستان عزیز من سعدی بوریزاد در نقش مگرگر در فیودور ایملیانکو ایملیانیکو واقعا سعدی با بعد از پوشیدن این کلاه محافظوی حتما باید حرب میکردیم. خوش من با ما کمک میکند. تو فیودور ایملیانیکو میشوی یا اینکه تو همون وای کی بود؟ الکساندر کارلی. درسته. من آشخریست. دستی آشخریست. ما این آش ناز میبینی؟ من خوش سعدی من از تو خواهش میکنم این برنامه ستاره برون اول ادامه داره. با دیگه مهمانو هستن باز نشود که پراکی قپشه این خیلی. خب دوستان عزیز شما شاهدی یک مسابقه با نفوذ و در تاریخ یاد دارید که موین غفوروف به حیث داور در یک مسابقه شرکت ورزیده باشد. اکنون چمپیوناتی که سعدی بوریزاد با سهرابشاه فرخشاه حرب میکنند و موین غفوروف به حیث داور شرکت میکند. خب نامی من اصلا شمس‌الدین است با تخلص سعدی. من این ضربه بود دوستان عزیز که از سعدی بوریزاد من حفظ کردم. من فکر میکنم که چون از سعدی بوریزاد برای این آدم نوجیما که یک مرتبه دیگر چون از سعدی بوریزاد این ضربه رو حفظ کردیم من فکر میکنم که در رفت زندگی همه ضربه های زندگی رو حفظ میکنیم. اما اکنون دوستان عزیز نوبت آن رسیده است که ممکن است. بله سعدی رو در نقش یکی من از موین خواهش میکردم که همین محاربه همین سامبوی محاربیوی که ماش میکنند البته یک دو ماش با من درس دیاد. چرا نه؟ مالش میگم مرحمت نه سروده میکنه. نه موین با حال منو سعدی خیلی خندیدی. خیلی خندیدی منو داوری کردی. خب سعدی جان نوبت اون رسید که من تو اندک سامبای محاربوی با دوتور سامبوی محاربوی اکنون میبینیم که نماینده سامبوی محاربوی دوتور به دست چگونه است. خوش من اینجا یک مراتب میگیری در عمرت یگان اسباب در دست گرفتگی بودی؟ گیتار اینش حاضر سعدی میگوید که چگونه است بعد گیتار رو به تو میدهیم. شوق نداری به یگان؟ نه من گیتاره که وقتای بیکار در امریکا می ایستادم وقتای بیکار گیتارت هم باشه بیا من میخواستم که یاد بگیرم لیکن منم بسیار چیزا رو میخوام اینجا اما نمیتونم. خوش خیلی بود دیمش بود سیمش بود. خب خیلی بود از همون یادهایی که در امریکا بود. خب از همون تجربه های در این دیگه خیلی تایید خب ما طاقت میکنیم. این دیگه خیلی تایید کردم داشته نشدی. واه این دیگه خیلی تایید کردم نتونستی شده. البته میتونم. خب اگر که تاییدتن ممکن تونم من اینا حق استادی میکنم با موینجون اینا یکم اکورد که اکورد میگوین یکم این اکوردی در موسیقی بنه دوره استودنتی دوره که ما استودنت بودیم خیلی ده کی بده وایده میکنید چکی چکی بارانی بابا شیرین دریا دارم تو را شد بیدار در دل غمی دیرینم از ناز لالزار شد بیدار در دل غمی دیرینم از ناز لالزار
بدیلم خنجر زدن بر سینم جدا کردن ما رو مهینم تقدیرم او همین است چرا این چرا چکی باران بهار شیرین دریا دورم تو حلاوت بردیم ها واقعا بعد از این من فقط قدر همیشه رو میکردم آرزو میکردی که شنوی همه من گوش میکردم و همه زنه که نمیتونستم ها در اونجا. خب موین من به تو توصیه میدهم که من همین سالی که کارمند وزارت فرهنگ است آنجایی که تو مشق میکنی اونجا هم با فعالیت و جای کاری سعدی نزدیک است میتونید یکدیگر را از کسب همدیگری برخوردار کنید. بله حتما مرحبا. جوسای سعدی هم برای حرب‌های سمبای محاربه بسیار موافق است و همون پنجه های هم برای نواختن گیتار بسیار موافق است. بله بله. وقتی که سعدی رو با برنامه ستاره باران دعوت میکردیم یک قصه رو نقل کرد، همون قصه ای که در همه برنامه ها شرکت میکرد و یک دوستش با او چی گفته است من میخواستم خودش نقل کند از همون قصه رو که همون قصه بازار ماشین رو نه قصه کلیچه زدین رو دورانی سال 1995-96 بود که ما میخواستیم که تستر معرفی شویم و مردم ما رو شناسد و ستاره شویم. بله ما رو همین ستاره رو میدیدیم ما وای میکردیم حواس میخوردیم که ما رو همین خدمت شناسن میدونن و برای اصلا معرفی شدن بسیار مهنت کردن در کار است و یک دوستی برادری عزیز ما هست با آوازخوان با نام برادری عزیز استاد هستن قربان علی ایدیف هستن و من با اون وقت یک شبکه بود، شبکه اول بود. با شبکه اول اومدیم در اونجا همه می ایستادن نوبت دار، هم خیلی نوبت بسیار بود. ما که هنرمند شناخته که نبودیم خیلی ما رو دیرتر ثبت میکردن و اول ستاره را ثبت میکردن، چهرهای شناخته رو ثبت میکردن و بعدا نوبت به ما میرسید و من کوشش میکردم که ما قول مردم توجه که چی میگوین چقان باید باشی در همه جا و من کوشش میکردم که تست در اینجا ثبت کنم، در اونجا ثبت کنم، در دیگه جا ثبت کنم و تست معرفی مرا شناسن مردم. و یه روز اومدم در شبکه اول این آخران ثبت بود که بعد اول ثبت سالی نوی بود و با من در اومدم و گفتن که قربان علی دیو با لهجه مردم یاوان گپ میزد و میگو که سعدی جان تو دین اوجد زپس کرده بدی؟ گفتم ها اوجد زپس کرده. دا اونو رستوران داشتید اوجد زپس کرده بدی؟ گفتم ها زپس کرده بدم. انا دینه چیزم زپس شد دیگه بود اوجد زپس کردی؟ اسپیت کردی؟ گفتم ها کردم. بگو که امی جدا گفت امی شبکه اول دا همین جدا گفت کلیچه زرین زپس کردی راو همون جام زپس کرد گفتم مایل داشت. موین گپ سری زنازنی و گپ سری رینگ همین چیزها رفت. منظور من این که در اونجا بوقی کردن است، خون است، در اونجا لط دادن است. برای این اراده زیاد در کار است که این در همون 8 کنجه این طاقت کرد. خیلی چه میگن دل جگری بسیار در کاری که در اونجا خیلی حرکت کنی تا بوقی کردن هست که با در سویکه جنگ میکنن. وقتی که یگان ضربه که خری آدم چگو میکنه چه در نکداون وقتی نکداون شوی وقتی پوچو کار نمیکنه نکیم شما هوی همه را دیده است که پوچوت کار نمیکنه. یعنی همین حالت نکداون همین خیلی است؟ بله یگان مراتب نکداون از ما نکداون از این پرسش این خوبتر میداند بکنه. نکداون از ما پرسید. نکداون داشتی؟ من با سپینی که شویتسیگی یک در همین خطایی رو دادم
خیلی بعد از آن خستمونه که بریده میشنه که یکم راونده من یک اشیفکایی کردم که هم خالی او در پراپسکات کردم. یک خطاگی همین حالت نکداون چند قدر ادامه میکند؟ هست است که بو اگر که او در خیلی وزبین تر رسد و همین سونی ارتریا در خشور رسد آدم را یک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه محکم میکنن. او من پرسید که سراب شو هست است که یخی نه میرسونن وقتی که میگی قدمونم روی پوچو گپانه میگیره می غلطی و میتونی که اختا کنترل کنی. داور خلاصه چشمات نگاه میکند چون سفید میشوند؟ نه وقتی نکاوت وقتی نکاوت آدم یگان جاش کار نمیکنه چشماش محکم میشه و حساب مردگی حساب میشه. واه نکاوت نبودی ها؟ نه نکاوت نشد. خدا کند آرزو میکنیم که هرگز نکاوت نباشد. ما یک مرتبه نکداونش قبول کردیم دیگر خدا کند که صفر با نکاوت نروی. با نکاوت نرسی. بله. موسیقی گوش میکنی؟ موسیقی کی را گوش میکنی؟ از هنرمندای تاجیک کی را میپسندی؟ ما در تلفن ما پروگرام دارم وقتی از دولت بیرون میشم فقط موسیقی تاجیکی گوش میکنم. چرا؟ همه هست. برای روح بلندید، برای وطن فراموش نکردن، برای ما گوش میکنم. ما اطمینانم کامل است که در تلفنی موین البته سعدی هست باشد. خیلی برای دیلش هم بگو که هست. برای باور کردن. موین پیاده رفتن دوست می‌داری یا که با ماشین رفتن؟ پیاده رفتن خیلی ناز می‌بینم. پیاده گشتن این خود ورزش است. اگر که با سحری برای خزم هوای تازه ناز می‌بینم. در هوای تازه سیر و گشت کردن. استقبال کدام عید دوست می‌داری؟ من استقبال عید استقلالیت جمهوری تاجیکستان، عید نوروز رو و عید وحدت ملی رو به نهایت دوست می‌دارم. نه کدامش دوست می‌داری بیشتر از همه؟ بیشتر از همه من عید قربان. چرا عید قربان؟ برای که در اونجا خوردنی زیاد است نه؟ ولی عید قربان، عید رمضان از خوردنی ها چون گفتیم موین همین با اصطلاح بگیم هم راسیون میخوردگیتون از دیگرها فرق میکنه نه؟ شما چی میخورید؟ برای اون 3 ماه موندن یا که یک خیلی دمو یا ماه یک خیلی دمو 3 ماه موندن خوردنشون رو حلیش میکنن. چرا؟ بخاطر همون مسابقه؟ یک خیلیش اگر ویس نخواه که ویس وز بینگیره ویس پایو کردن بسیار استعمال میکنم. گوشتی شوندگی را با گوشتی مرغ را بسیار استعمال میکنم. با ریس برنج هم خالص میکنم. آش ممکن است. برنجی کرتا ممکن است. موین در تاجیکستان تالارها و متخصصان برای همین مشق میرسن؟ برای همین مشقی که تو سر و کار داری؟ برای همین ورزشی که تو سر و کار داری؟ واسه در تاجیکستان خیلی تالارهای زیادی یک شده است. اینا با یا در وقتی که یک 5 ماه میشود 6 ماه میشود روی زلی فایت کلوب استقلال ناوک شده است. روی خیلی خوب اونجا شرایطش همش بهترینه. همه دمش اکادمی که خواهم بیا یک منیجری که پیدا شد در سایت اینترنتی در من نویس که میخوایی که من منیجر شوم. اما خیلی با من یکمش وقتی که من از خودم کلان دارم احتام خوکیروف ما گفتم که با برادر ما گپ زد که برادر ما چی مصلحت میده با ما با خودم و گفتم با احتام خوکیروف گپ زد اگر من در امریکا برآمد کردم میخواستم موین جان همین با امضا رساندن همین شرطنامه با تو چی امکانیت ها رو داد؟ یعنی با تو امکانیت میدهد با تو حق و حقوق میدهد که در مسابقه های آسیایی قهرمانی شرکت ورزی؟ یعنی چی امکانیت میدهد؟ مسابقه هایی که رنگ UFC که اینجا در برآمد نکنن کنه مگرگر در حبیبی همونجا برآمد کنم در همونجا ما رفته شروع کنم. یعنی این امکانات رو این شرطنامه برای تو مهیا میکنن. تاجیک بودن این چی هست؟ فخر میکنم تاجیک هستم. از خیلی نمیتونم با دیگر با فکری من که خیلی هستن که آدمی که در دولت یگان چیز زلال میرسونن. همه ما برادر هستیم. همه خیلی همدیگر فهمی میکند. ممکن بسیار خوب.
از همین دولتی که دوستش می‌داری موین همه شهر ناحیه‌هاش رفته ای؟ من نه همش نرفتم. کجا نرفته ای؟ یک کلوب نرفتم. واه دوستان عزیز و ارجمند، من از راهبریت مقامات حاکمیت دولتی شهر کلوب، از بخش جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت شهر کلوب دعوت میکنم که حتما موین به شهر کلوب دعوت کنید. من موین خودم مساعدت میکنم، تو به شهر کلوب میروید با سعدی، من با سعدی میروین با جوانای شهر کلوب یک واخوری میکنید، در اونجا تالارش تشکیل میکنیم. شما از آن چیزی که به خاطر این ملت و وطن کردید با جوانان صحبت میکنید. سعدی در میان صحبت شما چند سرودی هم میخواند و همه ما کفکوبی میکنیم، خسته باز به پایتخت میایم. با ترانه پیشنهاد قبول است؟ پیشنهاد قبول است؟ خیلی خوب. باشد. من خواهش میکنم باز کجا نرفته ای؟ خیلی جایی تاجیکستان نرفتم، نه کلوب نرفتم، غرب نرفتم. بدخشان رفته ای؟ نه بدخشان نرفتم. تو اصلا کجا رفته؟ شاید لیلابود رفتگی، جان رفتگی است، وحدت رفتگی است. موین تو احساس میکنی که تو را چگونه در کلوب و بدخشان و در غرم و در همون جاها انتظارن و چگونه که در آغاز گفتم هزاران نفر از جوانان میخوان با تو هم صحبت باشن، از تو سایه دست بگیرن، تو احساس میکنی همینه؟ باور داری همینه؟ برای که همه ما تاجیک ما احساس دارم که برادریم. با همراهی استاد خود با همراهی سعدی. سعدی را هم واقعا خیلی انتظارن، خیلی مشتاقن، زیرا چگونه من میدونم چندین سال است که سعدی نه به کلوب رفته است نه به غرم رفته است و منظور من این که با همون برنامه‌های هنریش با برنامه‌های هنری در غرم بودیم در شهر. خوب باشه در کلوب نبودید، پس در دیگر جاها نبودید؟ نه در کلوب. انا همون پیشنهاد من قابل توجه هست گمان میکنم و بسیار پیشنهادی خوبم هست. من مساعدت میکنم که این واخوری شما با جوانان کلوب شهر البته برگزار کرده شود. بسیار فکری خوب است، عالی است. فقط بگو که همکنون آهسته آهسته چون به پایان برنامه میایم، کدام رجای کاری داری و کی وقت داری که من از همین ابتکارات روی دست بگیریم و تو رو با چند شهری که نرفته در تاجیکستان ببریم؟ اگر که ما گویم با چند شهری نرفتم و خیلی مشکل ممکن که ماها شود گیری تاجیکستان گشتم. خوب، به قریبی کدام مسابقه ها هست که در اونجا آمادگی میبینی و باید سفربر شوی؟ به قریبی از من مسابقه ندارم و امریکا میرم، در اونجا تمرین میکنم. ممکن که ماهای فوریه یا که اپریل همین مرد همین 3 ماه یگان مسابقه که در ما بیام ما اشتراک کنم، یا در امریکا یا در بنفسی. دو جمله دیگر میخواستم از حیات شخصیت هم میگفتی که فرزندات کدام راه گرفتن؟ این راه به این راه نرفتن؟ هستن. یک پسر کلونی هم در با جودو سر و کار دارد و مشق میکند، در اونجا تمرین میدهد با استادان خود و در جودای صنعت هم هست، در جودای جودو هم مشق میکند و خیلی از اون خرسند هستن که پسر خوردکه کم باشد دائما با فوتبال مشغول هستند و باور کنید همین تلویزیونی ورزش رو میماند و همین سحر تو بگونه فقط فوتبال تماشا میکند، به نهایت فوتبال رو دوست میدارد. و این فوتبال رو دوست میداری؟ تماشا میکنی؟ با کی مخلصی میکنی؟ ریال مادرید. با ریال مادرید. من مخلصان بارسلونا اسپانیا را البته محزون کرده. شاید بسیاری ها در این میان شاید نه، هر دو هم کماندای خوب است. هر دو هم کماندای خوب است، اما سعدی حال حاضر جهان به دو قسمت تقسیم شده است. بارسلونا، ریال، مسی و رونالدو. ریال خیلی با پرقوت است و خیلی بازی خوب نشون میده. موین با این گپ توکل میکنی، زیرا خیلی از مخلصان بارسلونا شاید اکنون که با تو مخلصی میکردن دیگر مخلصی نمیکنن. شاید من این قسمت صحبت در برنامه ببرم یا بمونم؟ چی میشه مونید؟ خودش باشد. ما هم برادران میشنیم، خیلی برادری من کماندای چلسی دستگیر میکنم. با برادران است که ما یک جمع میشنیم تماشا میکنیم. برای خود من نگیم که ما ایخ پس بزنم، برای وای نمیده که ما برای خودم که همه
تماشا میکنم یا چی راحت برام وقت ما با وای این بگذارم. در حقیقت موینجان با همراهی همین پسر خوردی من در حقیقت هم فکر بودن. این خیلی هم فکر در تاجیکستان زیاد با دارد. کننده دوستان عزیز، از نام شما با موین غفوروف چمپیون جهان اوید با سامبوی محاربوی و من شما رو مطمئن می‌سازم. من در اصل قبل از وقتی اون که هم سعدی صحبت تصدیق کرد. تلفنی داشتیم سهراب شو. بله بله. باید است که من گفتم که من مخلصی بله بله. اشدی موینجان هستم. موینجان مطمئن باش یگان درویگی نمی‌کند. درویگی نیست در این واقعا وقتی که ما صحبت داشتیم هنوز من نگفته بودم که با کی صحبت میکنی، سعدی جان هم گفتن که برای اصلا در حقیقت تاجیکانا محاربه میکند، تاجیکان رستمانه میجنگد و من خواهشی از اون دارم که همیشه موینجان سربلند باشن، سر بالا باشن. همیشه خیلی که در تاجیکای ما، در مردمی تاجیک ما هست که پشت ایلو که از زمینه نبیند. بله. موین وقتی که غالبیت ها و عنوان ها تا برشمردیم در پایان گفتیم که متاسفانه همین دو محاربه که کردی در آخر با باخت انجام شدند. البته برای ما برای مخلصانت این چندان پیک خوش نیست، اما میخواستم بپرسم که چرا چنین شد؟ خیلی میگن که این سپورت هیچ کی باوری نداره در سپورت که میبره که بوی میته. در یکم وقتی که من یکم بار که مغلوب شدم در اونجا من بعد وقتی وست رو پایان کردن در اونجا من خطای کلان رو دادم که وست ما خطا خیلی گنیت کردم و وزن خطا گنیت کردم برای هوای خیلی قوتم رفت، قوتم نموند در اونجا ما با قوت اشتراک کنم برای هوای من مغلوب شدم. مکلارن بسیار رقیب زور است. نمیدونم رقیب با قوت دست که خیلی مغلوب کرد. رقیب با قوت بود است. اکنون همین تصمیم نداره که قصدت از مکلارن و از من اگر که ماه اپریل بود تو انشالله که شود در ماه اپریل ما با رقیبی از کره هست، نه از دولت کره هست، من با وای محاربه میکنم. اگر ما وای رو برم با انشالله بعد از اون یا کوین بلیگان که آخران بار مغلوب شدم یا وای یا ریس مکلارن رو با مچ ریوانش فیراد میکنم. بسیار عالی. ما فکر میکنیم که حتما این کار میشود. این بچه با ناموس تاجیک حتما قصدش هم میگیرد. حتما با دکتر در اونجا رفته برآمد میکنم. نوبت دکتر نوازیت برای غالبیت موینجان نوبت دکتر نوازیت میرسد، اما همون زمانی که با کارلین به حیث لینچه در اونجا شرکت می‌ورزیدی همین گونه اسباب ها را در استفاده میکردی یا نه؟ نه اون در اون وقت این اسباب ها موین این چی نام دارد؟ شلم. این شلم برای محافظت سر. کلاه محافظوی. لیکن هیچی رو محافظت نمیکنند. بیا یک بار تجربه کنیم. در من نه در همین جا با ما نه. بیا موین یک بار تجربه میکنیم. نه بگذار شما من خیلی چیز نمیشم برای که من یک بار پیشدا میدونم. علاقه میدونی؟ خوب یک لحظه. خوب دوستان عزیز، من دستی راست این دنیا از هر چیز عبارت است. سعدی فکر کرد که فقط در همین صحنه های بلند بالا به خاطر او قرصک میزنند و کفکوبی میکنند، براو میگویند. من از زمانی رسید که من همین کلاه هم میگیری و میکشی و من یا میسنجی یک میسنجیم نه سعدی. مرحبا مرحبا من تیار هستم. خوب من در هر لحظه تیار هستم سهراب شو. خوب بیا یک مراتبگی همین سنجش میکنیم سعدی جان. یک مراتب تو در سرت میپوشی، یک مراتب من. بعد این رو پوشه او یکی نزنه چی میشه؟ خیلی حاضر میبینیم یک مراتب میپوشی. بعد موی سرم وای میشود. نه ما اینجا باز داریم پردازگر داریم باز درست میکنیم. نه اگر تو ترسیده باشی من میپوشم. نه من میپوشم فرمایید. چفنه از کارل نه ترسید و از من میترسد دیدیم. خوش دوستان عزیز، من سعدی بوریزاد در نقش مگرگر در فیودر امیلینکو امیلیانیکو واقعا سعدی بعد از پوشیدن
بعد از پوشیدن این کلاه محافظوی حتما باید حرب میکردیم. خوش من با ما کمک میکند. واه تو فیودر ایمیلیان که میشوی یا اینکه تو همون وای کی بود؟ الکساندر کارلین. من آشخریست. دستی آشخریست. ما این آش ناز میبینی؟ من خوش سعدی من از تو خواهش میکنم این برنامه ستاره برون اول ادامه داره. با دیگه مهمانو هستن باز نشود که پراکی قپشه این خیلی. خب دوستان عزیز شما شاهدی یک مسابقه با نفوذ و در تاریخ یاد دارید که معین غفوروف به حیث داور در یک مسابقه شرکت ورزیده باشد. اکنون چمپیوناتی که سعدی بوریزاد با سهرابشاه فرخشاه حرب میکنند و معین غفوروف به حیث داور شرکت میکند. خب نامی من اصلا شمس‌الدین است با تخلص سعدی. من این ضربه بود دوستان عزیز که از سعدی بوریزاد من حفظ کردم. من فکر میکنم که چون از سعدی بوریزاد برای این آدم نوجیما که یک مرتبه دیگر واه چون از سعدی بوریزاد این ضربه رو حفظ کردیم من فکر میکنم که در رفت زندگی همه ضربه های زندگی رو حفظ میکنیم. اما اکنون دوستان عزیز نوبت آن رسیده است که ممکن است. بله سعدی رو در نقش یکی من از موین خواهش میکردم که همین محاربه همین سامبوی محاربیوی که ماش میکنند البته یک دو ماش با من درس دیاد. چرا نه؟ مایلش میگم مرحمت نه سروده میکنه. نه موین با حال منو سعدی خیلی خندیدی. خیلی خندیدی منو داوری کردی. خب سعدی جان نوبت اون رسید که من تو اندک سامبای محاربوی با دو تور سامبوی محاربوی اکنون میبینیم که نماینده سامبوی محاربوی دو تور به دست چگونه است. خوش من اینجا یک مراتب میگیری در عمرت یگان اسباب در دست گرفتگی بودی؟ گیتار اینش حاضر سعدی میگوید که چگونه است بعد گیتار رو به تو میدهیم. شوق نداری به یگان؟ نه من گیتار که وقتای بیکار در امریکا می ایستادم وقتای بیکار گیتارت هم باشه بیا من میخواستم که یاد بگیرم لیکن من بسیار چیزا رو میخوام و اینجا اما نمیتونم. خوش شالی بود دیمش بود سیمش بود. خب خیلی بود از همون یادهایی که در امریکا بود. خب از همون تجربه های داریم دیگه خیلی تایید خب نشد ما طاقت میکنیم دیگه خیلی تایید کردم داشته نشدی. واه دیگه خیلی تایید کردم نتونستی شد. البته میتونم. خب اگر که تاییدتن ممکن تونم من اینا حق استادی میکنم با موینجون اینا یکم اکورد که اکورد میگوین یکم اکوردی در موسیقی بنه دورای استودنتی دورایی که ما استودنت بودیم خیلی ده کی بده وایده میکنید چکی چکی بارانی بابا شیرین دریا دارم تو را شد بیدار در دل قوی دیری وای میکرد محاربه میکرد محافظه محاربه میکرد. بله دو کس سه کس زیاد خزوری ما نمیرسید و یک میدونید چی وای یک بزبالای نه یک دیو یک خرسی روسی میگفتن روسکی مدوید بله میگفتن در اون وقت الکساندر کارلین با این نام مشهور بود و بعد از اون بعد خدمت اومدن و تماشا کردن که الله که الکساندر کارلین در گوزدوما همچون دپوتات در آنجا نشسته است. یعنی سعدی گفتنی بهترین که در امین وی ما ماندگی بود چی میگویم در یادی ما بهترین یادداشت در امین صف آرمیا و بعداً اصیل در آنجا ما سر کردیم با ورزش بسیارتر. همین
یادداشت‌های خوب از الکساندر کارلین داری یا که همون شپیدن‌هاش فقط به خاطرت است؟ همه چیزاش بهترین. با صادقو در جدای ورزش الکساندر کارلین کمک کرده است. یک چی میخواستم پرسم که وقتی که در اونجا که شما با الکساندر کارلین قوازمایی میکردید خیلی مشکل خیلی قوتون صرف میشد، بعد از مشق شما گیره میکردید یگان این پسی پرده است التماس خواهش. باور کنید بابای ورزش کردن، بابای قوازمایی کردن میدونه چه خیلی وزنین است، در حقیقت وزنین است. اگر دروغ نباشد 3 روز یا 4 روز ما خواهش کردیم که التماس ما رو و دیگر جا با اون در اون قسم حربی که خدمت میکردیم هر روز قریب 3 ساعت ما رو با اون زلی تولاری ورزشی اندرمان این مشق‌های کارلین میکردن شما رو. اون کس در اونجا من میگه و ما عریضه نوشتیم که خواهش ما رو از این کار آزاد کنید و در اونجا خیر شما التماس میکرده کارلین سخت‌تر میشه، شما رو تماما از عسکری جواب میدادن. نه ما راضی بودیم که ما رو با پاسبانی در اونجا که کراول میگفتن با پاسبانی در اونجا ما رو سفربر کنن نگه با کارلین نه. ما اینجا میخواستم یک چیز پرسم، از همه زیاد از همه انیقترش بیشتر کدام مسابقه در خاطرت است؟ با کدام حریف مشکلی داشتی؟ سال 2013 هم اولین عنوانت به دست آوردی، درست است؟ 2013 سال 2013 اولین عنوانت به دست آوردی. اما در میانی من دوستان عزیز خاطررسان میکنم که مرا موین در اینجا اگر مبادا اشتباه کنم اصلاح میکند، موین 12 درست است 12 محاربه گذرانده است. در همین 12 محاربه 14 تا 14 اگر این دوی آخرش هم حساب کنیم 14 مسابقه گذرانده است. در 10 تایش در 12 تاش پیروز آمده است و در 2 تاش مغلوب شده است. از مغلوبیتش هم حتما خواهیم پرسید، اما من حاضر میخواستم بپرسم که با کدام حریف از همه زیاد مشکلی داشتی موین جان؟ کدامش بود که خیلی مشکل بود، عرق کردی، شاید زورت آمد به قوله؟ من در مسابقه که چمپیونات جهان گذشت در روسیه، در روسیه در مسکو. این همه سال 2013 بود. 2013 چمپیونات. خب همین مسابقه که اولین مراتب عنوانی چمپیونی گرفتی. خوب میخوام منو نقل کنی. در اونجا من خیلی یاش بودم و چند ساله بودی موین؟ 17 ساله. 17 ساله. خب وقتی که خیلی من ممکن نبود در اون مسابقه اشتراک کنم، 18 ساله بالا ممکن بود. ما از دکتر چه میگن سپرافکا از دکتر گرفتیم. نه که ما چند ساله کردیم؟ نه 17 ساله من ایستادم. سلامتی ما همش سوز 18 ساله بالا موین. عمر نبودی در اونجا من. نه تو برای اون مسابقه پیری بد بودی سادی. بعد چی شد؟ بعد در اون مسابقه ما یکم حریف من از اوکراین بود. من خیلی هراس بودم، ترسیده بودم که از ما بونم، من خیلی یوشم و استاد ما گفت که خیلی برو اینجا در اشتراک یکم آدم رو که تو بری بعد اول دیگه برآمد نکه بس همین یک تا برآمد که تمام که برای چشم دوی شو برای آینده مسابقه. من یکم برآمد کردم، در 30 ثانیه اون رو مغلوب کردم. واو. استاد من خیلی خوشحال شد. کدام اصول او را مغلوب کردیم؟ با اصولی پرو لا دادن او رو مغلوب کردم. من خیلی خودم خرسند شدم و استادم با هم ایستادم فکر کردن، گفتن که بیا خیلی یک تا دیگه بو برآمد که و همون گفتی گپای تاجیکانه شیرک شدی یکم. خوش. و دیم جا برآمد کردم که در پرفینال نیم فینال با دولت روسیه که شهر خوشا بود، با نماینده دولت روسیه. در اونجا خیلی من مشکلی شد. من آن را با یک خال مغلوب کردم. خیلی قند در همونجا بود. از حساب زیادتی امتیازها. خیلی قند همون مسابقه ما بود که ما با شق قوت مغلوب کردم. بسیار خوب. یعنی همینش در خاطرت مونده است. موین یک سوال میخواستم بگویم، یک چیز میخواستم، دو چیز انیقترش میخواستم بپرسم. نامت کی مانده است؟
نام من بله نامی که موین بله نه موین رو وقتی که من خیلی خور بودم و بابای مادریم گفت که نامتا شاهین میمونیم شاهین و پدر من موین رو گوش میکرد شعر موین رو فقط گوش میکرد. بعد وقتی که من تولد میشم بعد از 2 ماه پدرم وفات میکند و میخوام پدرم میگفت است که اگر من که یک بچه دیگه کنم نامش موین میمونم. روی خاطر همون به خاطر شاد کردن ارواح پدرش گرفتن و موین کرد. بسیار خوب. من چرا این سوال رو در اینجا آوردم؟ با اون خاطری که زیاد مخلصانت میخواستن بدانند که چرا موین، چون که سعدی ما شما خوب میدونیم که اصلا در تاجیکستان کم نفرانی هستند که موین نام دارند. من اصلا قریب که ندیدم غیر از موین غفوروف ندیدم که در تاجیکستان با کسی موین نام داشته باشد. هرچند که یک موین هنرمند خوب ایرانی را ما میشناسیم که خیلی زیاد است هوادارانش. بله در تاجیکستان و زیاد نفران گوش میکنند و ارواحشان شاد بود. پدر موین هم که گوش میکرده بودند. یعنی به خاطر همین چیز بود که تو موین نام گرفتی. خب سوال دیگر این است که چرا تاجیک، تخلص تاجیک از کجا برمی آید؟ تخلص موین تاجیک راست دیگر خیلی افتخارمندی است وقتی که موین با تخلص تاجیک. این تخلص اکای من احتام خوکیروف هوای تخلص در قزاقستان مونده بودن. ما یکم باری که در پروفسیونالی اشتراک کردیم در اونجا این کدام سال بود موین؟ در یادم نیست در قزاقستان بود. ممکن که 2013 14 همه خیلی سالا بود. اونجا در ما 17 ساله بودم. ممکن 13 آخراش بود اگر خوش 2013 بگذار. نه 2014 ماهی که من بعد از 5 روز 18 ساله میشم. 2014 بود. در اونجا رفتم خیلی هم اومد نمی تخلصی یک از تخلص خیشنیک هر که تخلص بود. و برادرم احتام خوکیرو گفت ما تخلص تاجیک در اونجا یک بار ما. بسیار عالی. معمولا سعدی همین اونهایی که با محاربه های اونیورسالی محاربه سامبوی محاربوی اونهایی که با همین اصطلاح من تو بگیم بزنازنی سر و کار دارن تخلص های هم خیلی سعدی واقعا هم موین همون نفری هست که هواداران زیاد دارد. من چگونه که در آغاز صحبت ذکر کردم ده ها صدها و هزاران نفر میخواهند که از جمله نورسان که با موین مانند باشند. موین مانند باشند. بله بسیار خوب ذکر کردی. با موین مانند باشند. موین جان از کجا شور و شوق سامبوی محاربوی پیدا شد؟ از خردی، از آوان خردی، یا اینکه بدتر چون در آوان نورسی کسی را دیدی و میخواستی با اون مانند باشی، یا کسی تو را تحریک داد که با این جدای ورزش بروی؟ من از خردی بر فوتبال شوق زیاد داشتم. وقتی که در خیلی که میگن در مکتب در کوچه وقتی بچگی یوشی یگان جنگ می شود، بعد از آن من با همه سپورت خیلی ذوق پیدا کردم. یک سال 2012 من مش رو سر کردم سامبوی محاربوی. این در کجا بود موین؟ در مکتب خودتون بود یا در اون تالار ورزشی در کجا بود؟ تالار ورزشی دینامیت بود. یکونیم بار من در تالار ورزشی دینامیت مش رو سر کردم. بعد از آن در خیلی مسابقه و اشتراک کردم. خیلی حواس زیاد پیدا شد. احتام خودی سبب شد که من رو در همه نمود ورزش آوردم. من در این نمود خیلی تمرین کردم. یکمین بار من رو احتام خوکیروف همچون برادر همچون پدر بباشد که من رو گرفته با همه نمود ورزش آورد. بسیار عالی. خب از آن چیزی که آغاز کردی مسابقه اولینت کدام بود؟ در مسابقه میانی مکتب بچه ها بود، میانه همون آنهایی که در تالار مشق میکردن اونها بود، یا اینکه در حال با مسابقه جمهوریوی شروع کردی؟ یکونین بار من در مسابقه تالاری در تالار بود. من در آنجا جای دوم رو گرفتم و در بعد دوینی مسابقه من در زمین شهر دوشنبه گذشت. من در آنجا جای اول رو گرفتم. وقتی که نفهمی شد در بین مسابقه
судьяҳо ва خیلی همون کارگران همش یک کار میکردن منو گرفتن جای دیو رو دادن و خیلی که شاگرد خود جای اول دادن بعد از اون من در شهر همین در این مسابقه داخلی شهر دوشنبه بود. شفافی نبود. بعد از اون با من دیگه اشتراک نکردم. سینی مسابقه من در شهر سوچی از دولت بیرون اشتراک کردم در اون جای اول رو گرفتم. در کدام وزن شرکت ورزیدی؟ اون وقت من خیلی خورد بودم و در ویسی 52 کیلوگرم. بسیار خوب. اطراف مسابقه های تو البته برمیگردیم. اونجا الان میخواستم سعدی رو هم با صحبت بکشم و سعدی مسلم است که اون زمانی که موین بچه مکتب بود تو یک هنرمند کامل بودی. راه ایجادی تو از کجا شروع شده است؟ سراول سلابی گرم جوشانی خود را به تلویزیون ورزش میرسانم و چنانه که میگویند که ورزش این خود معرفگری ملت است. در حقیقت هم اگر گرچنده که ما هنرمند آوازخوان هم باشیم لیکن با ورزش سر و کار داریم و در اینجا من موین رو دیدم و بسیار خرسند شدم از اون که من خود نیز مخلصی موین هستی؟ موین هستم بله. خوش. در حقیقت موین جان در ورزش بسیار برآمدهای خوب دارد و سراول برآمد ما از دوره‌های شوروی در مکتب میهنه تحصیل میکردیم. در اونجا کروژاک‌های هوسکاری بود البته در مکتب و از اونجا نیز برآمدهای ما سر میشد با ترانه‌های از استادان می‌سراییدیم البته و تا اون دمی که به یک مکتب خود رو یافتن ما ترانه‌های استادان رو می‌خوندیم در مکتب‌ها و اولین قدمی که در جلوی صنعت ما موندیم از دوره مکتبی بود. این کدام سال‌ها بود؟ این سال‌های 1984 و بعد از اون سر شد از مکتب میانه بعدا آموزشگاه بدهی ریسپوبلیکوی در آنجا تحصیل میکردیم. با آنجا سال 1984 داخل شدیم و بعدا از آنجا با همراهی که بسیار یک هنرمند خوب و شناخته است همه میشناسن همگون میدونن که تاجیک بچه است در قزاقستان در شهر الماتا پرویز نظرов بله و با هم در آنجا باید در گروه روسی بود و من در گروه تاجیکی هر دو برآمد میکردیم در کروژاک آموزشگاه و بعدا ما رو به صف قوای ارمیا دعوت کردن و در آنجا در آن جایی که ما خدمت می‌بردیم در شهر نوسیبیرسک که البته در آنجا خیلی خنک بود سرد بود در آنجا باور میکنید با قریب که با درجه 30 45 50 گرادوس خنکی میشد در آنجا. اونجا خواهش میکنم یک لحظه سعدی در همین نصف دنیا را گشتی از حساب همین مسابقه ها به خاطر شرکت در همین مسابقه های مختلف در کجا خنک کردی؟ بس هم از یاد در کجا خنک بود؟ یادت هست؟ اصلا در خیتای خیتای خنک بود؟ خیلی خیتای در چند درجه خنک بود؟ منطقه شمالش بهت خنک من نمیدونم چند درجه بود از همه که در دولت‌های ما رفتن اونجا خیلی خنکی زیاد بود. اصلا زمستان دوست می‌داری یا اینکه؟ نه ما بهار دوست دارم. بهار چه بهار دوست می‌داری؟ بهار سازه همه چیزا زیبایی است. سرجان معذرت خوب بعد از اون به صف قوای ارمای شوروی ما دعوت شدیم. راستی گپ ما در اونجا اومدیم خیلی است بچه جوان رفتیم بعد 6 ماه بعد از با اصطلاح اوچپکا در اونجا 6 ماه خدمت کردیم و بعدا از اونجا تقسیمات سر شد و ما رو تقسیمات کردن. یک اگر با یادتون باشد تا حاضرم با یادتون هست چمپیونی
سه карате бошад ё панҷ карате олимпӣ Александр Карелин. البته با خاطر همون است. چرا الکساندر کارلین ما فکر میکنیم که موین و آنهایی که با ورزش سر کار دارن خیلی خوب میشناسن. خیلی روسی میگفتن. خیلی روسی میگن. بله بله. اون کس اومدن یک 10 کس از بین جدا کردن ده همین خیلی همین قطار دا ایستادگی بودیم. تو استثنا نبودی؟ نه من حیران شدم که در اونجا کم کم ورزش ما میدونست که کی با ورزش شغل دارد و از بین همه ما از قریب که از بین 36 تا تاجیک بچه همین 10 کس رو جدا کرده گیرید. من حیران شدم که ما کجا میرفته باشیم. بعد گرفته ما رو به زال آورد. در اونجا تالار ورزشی که در اونجا با همراهی چندین کسان در اونجا مشق میکردن و ما هر روز که قریب 3 ساعت 4 ساعت با الکساندر کارلین در اونجا مشق می‌ورزیدیم. شب یک لحظه شما در اونجا به حیث کی بودید یا چی بودید؟ به حیث با اصطلاح بگیم سپارینگ پارتنر بودید یا به حیث همون قبچه که به حیث قبچه شما رو به حیث همون لینچه استفاده می‌کنید؟ نه خیر استاد چون که موین تصور میکنه که مثلا با الکساندر کارلین سپارینگ پارتنر بودن وای دو کسه سه کسه خطی دهشتبار دارن چگونه که موین گفتن خیشنیک و خیرسون نمیدونم دیاول و دیو و کیمچی تیر اون تخلص یافته نشدین که تخلصی موین کراکادیلو هر بله هر گرد دستنه که همون تخلص ها باید حریف تهدید کنن حریف ترسونن درست است موین هم خیلی همین خیلی باید تخلص هایی باشن که این یک طرزی این هجوم پسیکولوژی است هجوم پسیکولوژی است بله درست است هنگام وزن کشی چی همون هنگام وزن کشی هم شما هجوم های پسیکولوژی میکنید تو کدام اصل استفاده میبری؟ من فقط در هر وقتی که میبرم در خطی سفری من میخندم در اونجا خود من نشان دادن ما خود من در رینگ نشان دادیم از حریفانت کدام همون تهدیدهای پسیکولوژیشون به خاطرت است یکش چشمش شاید الان میکنید بسیار حریفان ما خاله کردم خندم میاد برای که من نمیترسم و در حقیقت با طرز خنده اون کسان رو شاید موین شاید این هم همین یک هجوم پسیکولوژی است که پیسخند میزنه یعنی با همه تهدیدهای شما من پیسخند میزنم شاید همین است آفرین Для спортсмена грипп – это конкретный удар по здоровью и срыв тренировок. Но стоп-грипп не позволит заболеванию покорить здоровье спортсмена и нарушить тренировочный режим. Стоп-грипп – быстрое избавление от простуды и гриппа. نامت موین است و با اون چیزی که پدر شادروانت گفته است صادق مونده نامت اما سرودهای موین گوش میکنی؟ من سرودهای موین اول گوش میکردم حاضر وقت نداری؟ حاضر ممکن وقت نباشه حاضر سعدی را گوش میکنی؟ حاضر ممکن که من هر روز که زال دارم در زال هم بسیار وقتایی که موسیقی میمونن هست از شعرهایی که از موینیو در اونجا تمرین میکنم گوش میکنم بعد از اون ما فقط با تمرین سر کار تمرین اگر حاضر برای سعدی برای من تو دو اسباب آورده است یک تا گیتار و یک تا دمره تاجیکی تو علاج نداری دیگر از برنامه برآمده رو مجبور هستی گوش کنی دیگه علاج نداری یا اینکه بیا از سعدی خواهش کنیم که برای من تو یک نوازش کنن در میان برنامه اونجا صحبت ادامه میدیم چی گفتیم باشه ورزش محاربوی با دوتار یا که با گیتار موین که مهمان است در حقیقت هم هنرمندو بخشش من یک چیز گفتنی هستم هنرمندو که خود می سرایند هر روز که مثل موین جان که تمرین میکنن ما هم تمرین داریم با صدا پرده های خود مثل که همیشه در حرکت هستن صدا پرده های هنرمندو حافظو آوازخوانو دویمو در حرکت هستن و مثل ورزشگر همیشه ما گویا که ما ورزشگر حساب می‌یابیم برای هم ورزشی سبک قطع سر و کار داریم و هم ورزشی صدا پرده قطعی و هم
ورزش محاربوی با اسباب موسیقی. بسیار خوب. ما این صدای دوتا رو نغز میبینی یا صدای گیتار رو؟ خیلی میگن حاضی با خیلی پیشایش دیگه صدای گیتار با ممکن که خوب رو باشه. ما از سعدی جان خواهش میکنیم بیا. سهراب جون این قد خودت مینوازیم. من اینا به هر صورت یک نگاه میکنم تا اونی که سعدی یک چی برای ما مینوازد هیچ میخواندن یک تراش یکم برلای دایره نرفتگین؟ رفتگین؟ دلای دایره شیخ خونه بله؟ باشه. تصور بسیار تصویرات خوب. یک ترانه مقربی من ثبت داشتم با اون ترانه رو شخص میدونید و با فکرم که شنویده و میخوام برای موین جان همین رو هدیه کنم برای موین جان و برای تلویزیونی ورزش. بسیار خوب. برای مخلصانی که اینقدر برای مخلصان ستاره باران. بله ستاره باران. سلسلمو تو در کجایی آینه رو تو بی وفایی سلسلمو تو در کجایی آینه رو تو بی وفایی زردینمو در دم دوایی زردینمو در دم دوایی هر جا کی روم تو را ببر میبینم در راهی حیات هم سفر میبینم بیرون نفسه یادی تو آید سر عمرم چو درختی بی ثمر میبینم هر جا کی روم تو را ببر میبینم در راهی حیات هم سفر میبینم بیرون نفسه یادی تو آید سر عمرم چو درختی بی ثمر میبینم سلسلمو تو در کجایی آینه رو تو بی وفایی اما کسا تو در کجایی آینه رو تو بی وفایی زردینمو در دم دوایی زردینمو در دم دوایی. موین اکنون میخواستم درباره همون مسابقه آخرینی که غالب اومده بودی درباره همون بگویی. آخرین عنوان چمپیونی گرفته‌اید سال 2014. 2014 در همون مسابقه که در کریم خیلی در شهر کریم در اونجا در اون چمپیونات جهان بود میانی اسنگ بود یا که خب باشد یه خیلی میگن یورازیا بود یورازیا بگذار در اونجا خیلی حرکت کردم من در اون مسابقه من خیلی دلم پر بود که من در اونجا جای اول رو میگیرم علاقه ورزشکاری با تجربه بودی علاقه عنوان داشتی خیلی ما بعد از چمپیونات جهان خیلی وجه دلپور شدم که من در کدام مسابقه اشتراک کنم جای اول رو اشغال میکنم. در چمپیونات جهان در فینال با کی حرب کردی؟ من با دولت قزاقستان با نماینده دولت قزاقستان. و من در اون چمپیونات از هر سه رفیقانم خیلی چه میگن وهم داشتم که من در این مسابقه بوینتیم برای که از هر یک دولت یک آدمی اشتراک میکنم در اونجا. من وقتی که دولت روسیه رو مغلوب بریدم و فینال گذاشتم در این فینال ما خیلی ترس داشتم از ترسی برآمده و رو در بین 15 سکند یا که 20 سکند رو مغلوب کردم. واه این شب کدام اسلوب مغلوب کردی؟ این شب باعث دست رو لب دادن. سعدی درباره همین اسلوب‌های سمبوی محاربوی یگان چیز میدونی؟ فکر میکنم از همون تجربه کارلین البته با خاطرت هست. البته میدونم. من بسیار موین جان میدونی من بسیار همین مشقوی فیودور یملینیکو رو با چخیلی که گفتم با تخلص امپراتور همچون میشناختم. من بسیار همین محاربه‌های فیودور یملینیکو رو بسیار تماشا میکردم و از آن بسیار بهره میبردم. بسیار دلم همون طرف میکشید که با فیودور یملینیکو بسیار من مخلص بودم و تا حال نیز مخلص هستم. فکر میکنم که فیودور یملینیکو از تاجیکستان است. یعنی بدیرت اونقدر نزدیک است. با اونقدر نزدیک است و دویمین باور کنید اگر دویمین نفری که من از مخلصش هستم از تاجیکستان این موین جان است. این جای گپش نیست. با فکر نکنن که گویان که نه اگه موین رو روبرو دید
برای این گپا رو برای موین جان گفتم. من در اصل از ناز لالزار شد بیدار در دل غمی دیرینم از ناز لالزار بدیلم خنجر زدن بر سینم جدا کردن ما رو مهینم تقدیرم او همین است چرا ای چرا چکی باران بهار شیرین دریا دارم تو حلاوت بردیم ما واقعا بعد از این من فقط قدر همیشه رو میکردم آرزو میکردی که شنوی. نه همه من گوش میکردم و همه زدنه که نمیتونستم در اونجا. خب موین جان من به تو توصیه میدهم که من همین سعادی که کارمند وزارت فرهنگ است آنجایی که تو مشق میکنی اونجا هم با فعالیت به جای کاری سعادی نزدیک است میتونید یکدیگر را از کسب همدیگری برخوردار کنید. بله حتما. مرحبا. جوسای سعدی هم برای حرب‌های سمبای محاربه بسیار موافق است و همون پنجه های هم برای نواختن گیتار بسیار موافق است. بله بله. وقتی که سعدی رو به برنامه ستاره باران دعوت میکردیم یک قصه رو نقل کرد، همون قصه ای که در همه برنامه ها شرکت میکرد و یک دوستش با او چی گفته است من میخواستم خودش نقل کند از همون قصه رو که همون قصه بازار ماشین رو نه قصه کلیچه زدین رو دورانی سال 1995-96 بود که ما میخواستیم که تستر معرفی شویم و مردم ما رو شناسد و ستاره شویم. بله ما رو همین ستاره رو میدیدیم ما وای میکردیم حواس میخوردیم که ما رو همه خیلی میشناسن میدونن و برای اصلا معرفی شدن بسیار مهنت کردن در کار است و یک دوستی برادری عزیز ما هست با آوازخوان با نام برادری عزیز استاد هستن قربان علی ایدیف هستن و من با اون وقت یک شبکه بود، شبکه اول بود. با شبکه اول اومدیم در اونجا همه می ایستادن نوبت دار، هم خیلی نوبت بسیار بود. ما که هنرمند شناخته که نبودیم خیلی ما رو دیرتر ثبت میکردن و اول ستاره را ثبت میکردن، چهرهای شناخته رو ثبت میکردن و بعدا نوبت به ما میرسید و من کوشش میکردم که ما قول مردم توجه که چی میگوین چقان باید باشی در همه جا و من کوشش میکردم که تست در اینجا ثبت کنم، در اونجا ثبت کنم، در دیگه جا ثبت کنم و تست معرفی مرا شناسن مردم. و یه روز اومدم در شبکه اول این آخران ثبت بود که بعد اول ثبت سالی نوی بود و با من در اومدم با گفتن که قربان علی دیو با لهجه مردم یاوان گپ میزد و میگو که سعدی جان تو دین اوجد زپس کده بدی؟ گفتم ها اوجد زپس کده. دا اونو رستوران داشتید اوجد زپس کده بدی؟ گفتم ها زپس کده بدم. انا دینه چیزم زپس شدی که بید اوجد زپس کدی؟ اسپیت کدی؟ گفتم ها کدم. بگو که امی جدا گفت امی شبکه اول دا همین جدا گفت کلیچه زرین زپس کدیستی راو همون جام زپس کد گفتم مایل داشت. موین گپ سری زنازنی و گپ سری رینگ همین چیزها رفت. منظوری من این که در اونجا بوقی کردن است، خون است، در اونجا لط دادن است. برای این اراده زیاد در کار است که این در همون 8 کنجه این طاقت کرد. خیلی چه میگن دل جگری بسیار در کاره که در اونجا خیلی حرکت کنی تا بوقی کردن هست که با در سیکه جنگ میکنن. وقتی که یکون ضربه که خری آدم چگو میکنه چه در نکداون وقتی نکداون شوی
وقت پوچو کار نمیکنه که شما هوی هم را دیده است که پوچو کار نمیکنه. یعنی همین حالت نکداون همین خیلی است. بله یگان مراتب نکداون از ما نکداون از این پرسید. این خوبتر میدونم با بله نکداون از ما پرسید. نکداون داشتی؟ من با سپینی که شویتسیگی یک در همین خطایی راه دادم. خیلی بعد از آن خستمونه که بریده میشنه که یکم راونده من یک اشیفکایی کردم که هم خالی او در پراپسکات کردم. یک خطاگی همین حالت نکداون چند قدر ادامه میکند؟ هست است که با اگر که او در خیلی وزبین تر رسد و همین سونی ارتریا در خشور رسد آدم را یک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه محکم میکنه. من پرسید داخل سوراب شو هست است که یخی میرسونن وقتی که میگی قدمونم روی پوچو گپانه میگیره می غلطی و میتونی که اختا کنترل کنی. داور خلاصه چشمات نگاه میکند چون سفید میشوند؟ نه وقتی نکاوت وقتی نکاوت آدم یگان جاش کار نمیکنه چشماش محکم میشه و حساب مردگی حساب میشه. واه نکاوت نبودی ها؟ نه نکاوت نشد. خدا کند آرزو میکنیم که هرگز نکاوت نباشد. ما یک مراتب نکداونش قبول کردیم دیگر خدا کند که صفر با نکاوت نروی. با نکاوت نرسی. بله. موسیقی گوش میکنی؟ موسیقی های کی را گوش میکنی؟ از هنرمندای تاجیک کی را میپسندی؟ من در تلفن من پروگرام دارم وقتی از دولت بیرون میشم فقط موسیقی تاجیکی گوش میکنم. چرا؟ همه هست. برای روح بلندید، برای وطن فراموش نکردن، برای ما گوش میکنم. ما اطمینانم کامل است که در تلفنی موین البته سعدی هست باشد. خیلی برای دیلش هم بگو که هست. برای باور کردن. موین پیاده رفتن دوست می‌داری یا که با ماشین رفتن؟ پیاده رفتن خیلی ناز می‌بینم. پیاده گشتن این خود ورزش است. اگر که با سحری برای خزم هوای تازه ناز می‌بینم. در هوای تازه سیر و گشت کردن. استقبال کدام عید دوست می‌داری؟ من استقبال عید استقلالیت جمهوری تاجیکستان، عید نوروز رو و عید وحدت ملی رو بین‌نهایت دوست می‌دارم. کدامش دوست می‌داری بیشتر از همه؟ بیشتر از همه من عید قربان. چرا عید قربان؟ برای که در اونجا خوردنی زیاد است نه؟ ولی عید قربان، عید رمضان از خوردنی ها چون گفتیم موین همین با اصطلاح بگیم هم راسیون میخوردگیتون از دیگرها فرق میکنه نه؟ شما چی میخورید؟ برای اون 3 ماه موندن یا که یک خیلی دمو یا ماه یک خیلی دمو 3 ماه موندن خوردنشون رو حلیش میکنن. چرا؟ بخاطر همون مسابقه؟ یک خیلیش اگر ویس نخواه که ویس وزن بگیره ویس پایو کردن بسیار استعمال میکنم. گوشتی شوندگی را با گوشتی مرغ را بسیار استعمال میکنم. با ریس برنج هم خالص میکنم. آش ممکن است. برنجی کرتا ممکن است. موین در تاجیکستان تالارها و متخصصان برای همین مشق میرسن؟ برای همین مشقی که تو سر و کار داری، برای همین ورزشی که تو سر و کار داری؟ واسه در تاجیکستان خیلی تالارهای زیادی که شده است. اینا با یا در وقتی که 5 ماه میشه و 6 ماه میشه